تو جهان مدرن بقا رو اومدیم دوباره تعریفش کردیم. اینکه ما بریم تو رابطه بدون اینکه فرزندی از همون بر جا بمونه، خب این ایده خیلی خطرناکی میتونه باشه، با اینکه خیلی بهمون کمک کرده یه جاهایی. زمانی خطرناک میشه این ایده که اندام تناسلیمون تغییر کاربری میدن. در واقع کارکردی که طبیعت و تکامل براش تعریف کرده با این تغییر کاربری از بین میره. در نهایت با این تغییر کاربری یک چیز باقی میمونه دوستان، و اون لذته. اندام جنسی زن و مرد با این رویکرد خب تبدیل میشن به یک کالای صرفا مصرفی که کارخونه تولید لذته. اندامی که تو طی تکامل تدریجی شکل گرفته تو این دگرگونی تبدیل میشه به یک قفل و کلید خیلی ساده و خوشگل برای تجربه لذت جنسی. حالا سوال اینجاست که آیا این فروکاست زیستی، این تقلیل گرایی در شأن انسان بودن ما هست یا نه؟ این سوال خیلی مهمیه دوستان. این مسئله با اینکه خیلی ساده و عادی به نظر میرسه برامون، اما ایده تازه‌ایه دیگه، خیلی خامه، نپخته است. تو این ایده بشر چند میلیون سال فرگشت اندام تناسلی تو بدنش رو میذاره کنار تجربه پیشگیری از بارداری. به زور به 150 سال هم نمیرسه قدمتش. پس این تجربه زیستی خیلی نوه برای بشر. هنوز جاش رو باز نکرده تو زیست انسانیمون این تجربه. درسته که خیلی ساده مثلا ما میریم داروخونه ابزار پیشگیری رو میخریم و راحت استفاده میکنیم ازش، اما آیا واقعا جا براش باز کردیم؟ آیا براش آماده ایم؟ شما تصور کن، این یه تمثیل برای فهم بهتر مسئله. شما در نظر بگیر یک کلید رو وارد قفل بکنی، قبل اینکه در باز بشه کلید رو از تو قفل بکشی بیرون. چی شد؟ این تجربه برای بدن نامانوسه دیگه. درسته پیشگیری باعث تنظیم جمعیت میشه. آیا اندام تناسلی مثلا مرد رو در ادامه تبدیل نمیکنه به یک خودرو حمل آب که قراره یه جایی تخلیه بشه و تهش یه لذت براش باقی بمونه؟ آیا اندام تناسلی مرد رو به یه همچین چیزی تبدیل نمیکنه؟ درسته ظاهر بیرونیمون رو داریم امن میکنیم با این پیشگیری کردنا، اما درونمون کاملا ناامنه. اینجاست که اون تناقضی که گفتم پیش میاد. ما الان شاهد روابطی هستیم در حال حاضر که از معنا تهیه، پوچه یه جایی. چون لذت جویی صرف همینطوری به ما دلیل نمیده برای موندن تو رابطه. پس چاره کار چیه؟ چطور میشه این تناقض رو حلش کرد؟ اگه تنها چیزی که باقی میمونه تهش لذته، پس چطور میتونیم در ادامه احساس معناداری کنیم توی روابطمون؟ چطور میشه جهانی رو خلق کنیم که انسان بودنمون زیر سوال نره، همون لذته باشه و هم ژنامون رو به نسل بعد منتقل نکنیم با پیشگیری؟ چجوری میشه یه همچین جهانی رو خلق کرد؟ چطور میشه زن و مرد با طرح یک الگوی جدید از مرز لذت صرف بگذرن و جهانی در خور و شایسته انسان بودنشون خلق کنن؟ اگر این سوالا ذهن شما رو درگیر کرده، قسمت جدید پادکست بیدار دلان با عنوان فقط لذت، تناقض بزرگ انسان مدرن رو از طریق برنامه کست باکس گوشش کنید.